الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، برادر از امریکا سوال نموده است که ما در اینجا کار و فعالیت میکنیم و کار ما همین است که ما رساننده طعام ها هستیم. به زبان روسی دستاوچک، یعنی توصیل میکنیم و در همین رسانیدن طعام ما خدمت میکنیم. طعام را از آشخانه میگیریم، به کسی که همین طعام را به ما یعنی وظیفه گذاشته است میرسانیم. مشکل اینجاست که بعضی از نمود طعام ها حرام است، گوشت خوک دارد. مثلا پیتزا با خوک، با گوشت خوک هم می شود. آیا جایز است یا نیست؟ بارک الله فیکم. در این مسئله الله سبحانه و تعالی خودش آشکار و واضح بیان میکند و میگوید تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. همدیگر را کمک کنید در کارهای تقوا، در کارهای حق، در کارهای درست و صحیح، و هیچ کسی را کمک نکنید در کارهای گناه و در کارهایی که دشمنی وجود دارد و در کارهایی که از حد گذری حد الله است. سبحان الله، رسانیدن طعام حرام به کفار، در خدمت کفار بودن جایز نیست. برای همین است که علمای اهل سنت و الجماعت هجرت را از دولت کفار به دولت اسلام فرض کردند و فرض گفتند و این را الله فرض کرده است، نه علما. البته الله و رسولش فرض کرده است و علما این حکم را بار دیگر بیان کردند. پس به خاطر لقمه نان، به خاطر یک زیبا زندگی کردن، به خاطر ماشین خریدن و خانه ساختن والعیاذ بالله، انسان نباید به کفر، نباید به حرام، نباید به شرمندگی دست بزند. جوان اسلام عزتش در پیتزا کشانی به کفار نیست. جوان اسلام، جوان مؤمن، جوان موحد، عزتش در بالا بردن کلمه لا اله الا الله، اعلاء کلمت الله، در عزتش در پیروی قرآن و سنت، عزتش در بین مؤمنین و موحدین و مسلمین است، گرچند که کمی قمبغل باشد. پس برادران و خواهرانی که مؤمن هستید و موحد هستید و مسلمان هستید و در دولت‌های کفار زندگی میکنید، دانید که همه کار حلال نیست. کارهایی که به پرسنت تعلق دارد حرام است. کارهایی که رسانیدن چیزهای حرام باشد حرام است. بمانند این که شما گوشت خوک به یک کسی برید، طعام‌های خوکین به کفار برید یا به مسلمان برید یا به کسی نبرید، حرام است. چخیلی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حرام کردند رسانیدن عرق را. مثلا شراب، همون عرق، برای امت اسلام حرام است. اما در دینی وقتی که نظر میکنیم یهود و نصارا خودشون حلال کردند. چخیلی که خوک هم، همون خوک هم، خنزیر هم در اصل حرام بود برای یهودها و برای خریسیان ها، در اصل حرام بود و شراب هم در اصل برای اونها حرام بود، لیکن اونها به خودشون یک دینی نو و شریعتی نو ساختند و حلال کردند. چخیلی که خوک رو حلال کردند، شراب رو هم حلال کردند. از همین جهت الله سبحانه و تعالی آنها را کافر گفت، اعلان کرد و یکی از جهت‌های کفر شدنشون همین است. شریعتشون رو تغییر دادند. حرام‌های الله کرده رو به مانند خنزیر و خوک، به مانند شراب رو حلال کردند. وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند هر کسی که شراب می‌سازد یا میوه‌اش رو برای شراب ساختن می‌فروشد، هر کسی که شراب می‌ریزد، هر کسی که همون شراب عرق رو به کسی برده می‌دهد، لعنت الله بر وی بود. شراب ریز، شراب خور، شراب فروش، شراب کشان. سبحان الله. این چنین در امریکا هر کسی که شراب را میرساند و به شراب به دیگر چیزها با قیاس می شود. گرچند که نص به خوک آمدگی نیست، ما در اینجا کشاننده خوک را لعنت نکنیم هم، لیکن میگیم که حرام است و جایز نیست. 100% جایز نیست. بارک الله فیکم. پس برادران عزیز، با راه‌های حرام پول کار نکنید. مسلمان زندگی کردن در حقیقت در این عصر، در این زمان بینایت مشکل است، لیکن
کوشش بکنید. برای همین رسول اکرم صلی الله علیه و آله گفتند روز قیامت وقتی که نزدیک می شود، دین را نگه داشتن به مانند لخشه یک گرم و سخت سوزان را در کف دست نگه داشتن است. القابض علی دینی کالقابض علی الجمره. به دین چنگ زدن به مانند به لخشه چنگ زدن است. می سوزد، انسان عذاب میکشد، درد میکشد. کدام ملای گفته است فتوا داده است جایز؟ ملاهای تاجیکستان که درباری هست و ملاهای دموکراتی هست، ملاهای صوفی است و طاغوت پرست است، و اینها به همه چیز جایز میدانند. و اینها شرک را جایز گفتند، کفر را جایز گفتند، یک چیزی حرام را کشانیدند. برای اینها هیچ مشکلی نیست که بار دیگر جایز گویند. لیکن شما دین خود را از طلاب علم اهل سنت و الجماعت، از علمای اهل سنت و الجماعت و از حقویان بگیرید. از علمای سو دین نگیرید که دینتون را نابود میکنه. بارک الله فیکم. نصیحت من به تمام برادران کارگر که در هر یک منطقه دنیا کار میکنند، شما به واسطه گناه، به واسطه کفر و شرک، به واسطه معصیت پول کار نکنید. بارک الله فیکم.